با سلام خدمت دانش آموزان پایه 12 رشته انسانی. در ادامه درس ریاضی میرسیم به فصل سوم، درس دوم، توانهای گویا و ریشه انوم. خب توی این ویدیو قرار نیست که درس رو به صورت کامل توضیح بدیم، ولی خب اون نکات مهمی که معمولا توی امتحانات نهایی اومده رو میایم مورد بررسی قرار میدیم و مثال ازش حل میکنیم. منظور ما از توان گویا چه؟ ببین مفهوم توان رو شما سال هفتم خوندید. مثلا میگفتیم 2 به توان 3، یعنی این 2 3 بار در خودش ضرب میشد، یا 3 به توان 5، یعنی این 3 5 بار در خودش ضرب میشد. ولی تا الان شما این توانهایی که داشتید به صورت کسری نبود. مثلا 2 به توان 1/3 رو نداشتید، نمیدونم 2 به توان 5/4 رو نداشتید. توی این درس قرار ببینیم که این توانهایی که به صورت کسری یا گویا هستن، ما اینها رو به چه صورت میتونیم بنویسیم. خب در اینجا میگه برای هر عدد طبیعی n بزرگتر مساوی با 2 توان یک انوم عدد حقیقی و مثبت a را به صورت روبرو یا به صورت زیر تعریف میکنیم. ببینید پس یک عدد داشته باشیم مثل a به توان یک عدد کسری که صورتش 1 باشه، یک انوم باشه، چی می نویسیم؟ این رو به صورت ما رادیکالی می نویسیم، یعنی میشه رادیکال a به فرضه n. ببینید شما قبلا مفهوم رادیکال رو خوندید، اینجا هم یه عدد قرار می گرفت، توی سال نهم خوندید که بهش میگیم فرضه. اینجا به فرضه n گذاشتیم. خب حالا قبل از اینکه حالا مثال برسیم، پس یک عدد داشته باشیم به توان یک کسر. ببینید مخرج کسر میره توی فرضه رادیکال، اون خود عدد هم میره زیر رادیکال، دیگه هیچ اتفاق خاصی نمیفته. پس مخرج کسر، اون مخرج اون کسر که روی توان هستش، این مخرجش میره توی فرضه و این a هم میره زیر رادیکال، یا خود عدد میره زیر رادیکال. مثال میگه عبارت‌های تواندار زیر را به صورت رادیکالی بنویسید که هم توی خرداد 99 و هم 98 و هم توی شهریور و دی بگیرید. همه اینها، این سوالات به این شکل اومده و خیلی ساده است، میتونید به راحتی ازش نمره بگیرید. قسمت الف گفته 4 به توان 1/2. اینجا گفتیم یک عدد به توان یک کسر باشه به صورت رادیکالی میشه، خود عدد میره زیر رادیکال و اون مخرج کسر میره کجا؟ میره توی فرضه این رادیکال، میشه رادیکال 4 به فرضه 2. ببینید ما قبلا به شما یعنی تو سال نهم یاد گرفتید که ما این رادیکال هایی که میذاشتیم، مثلا میگفتیم رادیکال 25، این رادیکال 25 میشد 5، یا مثلا رادیکال 4 میشد چی؟ 4، رادیکال 9 میشد 3. ببین این رادیکال ها فرضه نداشتن، همون فرضهشون فرضه 2 بودن. این دقیقا همین، یعنی این رو ما میتونیم بدون فرضه بنویسیم، رادیکال 4 که میشه همون 2. پس یادتون باشه، این رو یادآوری بکنم که زمانی که فرضه نداره یک رادیکال، یعنی اون فرضهش 2 هستش، یا 2 هستش، میتونیم ما 2 رو نذاریم، همین رادیکال خالی بنویسیم. و توی قسمت بعدی میگه 3 به توان 1/5. دوباره مثل قبلی ها 3 میره زیر رادیکال، فرضه این رادیکال چی میشه؟ میشه مخرج این که هست که میشه 5، میشه رادیکال 3 به فرضه 5. خب این دیگه ساده تر از این نمیشه. و تو قسمت جیم هم داریم 6 به توان 1/9. این هم دقیقا می‌نویسیم رادیکال 6 به فرضه 9، یعنی مخرج این کسر میره توی فرضه. توی قسمت دال هم میبینیم که گفته 31 به توان 1/2 که این هم میشه 31 با فرضه چی؟ با فرضه 2 یا همون فرضه خالی میتونیم بنویسیم. میبینید که خیلی مثال هایی که حل کردیم خیلی پیش پا افتاده و راحت هستش. از امتحانات نهایی خرداد 99 و 98 بود که تو هر کدوم از اونها حدودا مثلا 1 نمره، 2 نمره
ممکن از این سوالات اومده باشه. و توی مثال بعدی حالا برعکسش رو میگه عبارت‌های رادیکالی میده به ما، میگه به صورت تواندار بنویسید. الان برعکسش رو میخواد از ما. الان گفته رادیکال 25 به فرضیه 4 میگه به صورت تواندار بنویسید. خب ما 25 رو مینویسیم به توان چی؟ به توان این 4 فرضیه مخرج بود دیگه، به توان 1/4. این صورت همیشه اینجا اگه حالا جلوتر میبینه اگه خیلی پیچیده نباشه همون صورت 1، 25 به توان 1/4 میشه. اینجا چی؟ 3/7 رادیکال 3/7 به فرضیه 10 خود 3/7 میشه به توان چی؟ 1/10. این فرضیه میره توی مخرج. توی قسمت جیم رادیکال 47 به فرضیه 3 که میشه چی؟ 47 به توان 1/3. 47 پس میشه به توان 1/3. این از این. حالا ما یک نکته رو میگیم اینجا، حالا میخواییم که چی؟ A به توان MN را تعریف کنیم. این یعنی چی؟ چه فرقی با قبلی میکنه؟ ببین تو قسمت قبلی این صورتش 1 بود، اینجا میگیم ما یه عدد باشه غیر از 1. اینجا میخوایم ببینیم چی میشه. اگر M عدد صحیح، N عدد طبیعی و A بزرگتر از 0 باشد، آنگاه چی داریم؟ به A به توان MN رو چی تعریف میکنیم؟ ببین همون N دوباره میاد تو فرجه، فرقش چیه؟ این M میاد توان A میشه توی زیر رادیکال. دقیقا همون چیزی که تا حالا خونده بودیم، ولی این M میاد توان A میشه. تنها تفاوتش اینه. مثال عبارت‌های تواندار را به صورت رادیکالی و عبارت‌های رادیکالی را به صورت تواندار بنویسید. حالا اینجا چی داریم؟ خب یه عبارت تواندار داریم، میگه رادیکالی بنویس. میشه 4، میشه رادیکال 4 به فرضیه چی؟ به فرضیه 2. ببینید رادیکال 4 به توان چی باید بذاریم؟ 3. گفتم این صورت رو باید بیاریم توان 4 بذاریم اگه به این صورت باشه. اگر 1 بود نیازی نبود، میشد همون رادیکال 4 به فرضیه 2. ولی چون 1 نیست 3 هستش، میرسیم رادیکال 4 به توان 3 به فرضیه 2. 3 به توان 7/5 چی؟ میشه رادیکال. خوب فکر کنید چی میشه؟ میشه رادیکال 3 به توان چی؟ به توان این صورت به توان 7 به فرضیه 5. رادیکال 3 به توان 7 به فرضیه 5. توی قسمت جیم رو ببینیم 6 به توان 2/9. این روی خورده فکر کنید چی میشه؟ میشه رادیکال 6 به توان چی؟ به توان این صورت به توان 2. رادیکال 6 به توان 2 به فرضیه چی؟ به فرضیه مخرج. مخرج همیشه فرضیه است یا فرضیه همیشه مخرجه. و حالا برعکسش رادیکالی به ما میده و از ما تواندار میخواد. گفتیم چی میشه؟ 25 به توان 5 میره روی صورت، فرضیه گفتیم همیشه مخرجه، پس میشه 25 به توان 5/4. 25 به توان 5/4. توی قسمت بعدی چی داریم؟ 3/7 رادیکال 3/7 به توان 3 به فرضیه 10. اینجا چی میشه؟ دوباره 3/7 به توان 3 میره صورت به توان 3/10. 10 میره مخرج، پس 3/7 به توان 3/10. توی قسمت آخر هم چی داریم؟ میگه رادیکال 47 به توان 2 به فرضیه 3. این رو میگه به صورت تواندار بنویس. دوباره این چی میشه؟ میشه 47 به توان چی؟ این میره رو صورت میشه به توان 2. این هم میاد مخرج 2/3. 47 به توان 2/3. و با یادگیری این دو تا اسلایدی که گفتیم به راحتی میتونید 1-2 نمره از امتحانات نهایی خرداد رو بگیرید و حلش کنید.